فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری پرسیدن که آیا مسح بالای جوراب جایز است یا خیر؟ ابو زبیر از امارات. بله، ما درباره جوراب دو نوع جوراب رو میشه تعریف کرد. یک جورابی که به اصطلاح به عنوان خف از اون تعبیر میشه در احکام فقهی، یا موزه میگن، یعنی جورابی که از پوست باشه یا از پلاستیک ضخیمی باشه که آب در اون نفوذ نکند. در میان علما و مذاهب اسلامی در این زمین هیچ گونه شک و تردیدی وجود نداره که مسح بر موزه جایز است. یعنی این که شما به جای این که پای خودتون را بشورید می توانید که این جوراب را یا اون موزه را بپوشید و بر اون مسح بکنید. و در روایات داریم که در سنن ابو داود هست، حدیث صحیح هم هست که مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه روایت می کند وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم را در آخر این روایت فرمودند که و مسح علی الجوربین و النعلین، و رسول الله صلی الله علیه وسلم بر جورابهایش و بر نعلینش مسح کرد. و این یک نوع رخصتی است. بله، مسح بر جوراب جایز هست، منتها فقهای احناف در این زمینه یک مقدار حساسیت بیشتری رو به خرج دادن و گفتند که شرطش این است که جوراب باید جوراب ضخیمی باشه و جورابی که نازک باشه و شفاف باشه مسح بر اون جایز نیست. و فقهای دیگر به صورت کلی، همون گونه که لفظش در حدیث آمده، به صورت کلی گفتند که مسح بر جوراب، هر جورابی که باشه جایز هست و اشکالی نداره. و اینو تعلیل کردند که این ربطی به نوع جوراب نداره، بلکه یک نوع رخصتی هست که الله متعال قرار داده، مانند مسح بر موزه، مانند مثلا 2 رکعت خوندن نماز 4 رکعتی در سفر و بقیه رخصت هایی که الله متعال جواب داده به اصطلاح برای انسان ها، مسلمان ها قرار داده. اما برای احتیاط و بسیاری از علمای معاصر هم حتی فتوا دادند که اگر جوراب شفاف باشه که یعنی خود پوست پا دیده می شود، در این صورت مسح نکنند. اگر جوراب ضخیمی هست هیچ اشکالی نداره، بر اون مسح بکنن و با اون مسح میتونند که نماز بخونن. بله، یک مسح در سفر و در حضر فرق میکنه؟ یعنی از نظر نوع مسحش هیچ تفاوتی رو نداره. یعنی مسحی که در سفر هست و در حضر هست یک مسح هست و صورتش این است که این 3 تا انگشت وقتی که خیس هست اینو از سر پا بگیرن و تا ساق پا اینو باید بکشن که به صورت 3 انگشت، این هر دست پای راست با پا دست راست و پای چپ با دست چپ. منتها در مدتش متفاوت هست. برای کسی که مقیم هست در شهر خودش هست، یک شبانه روز میتوند بر جوراب خودش یا بر موزه مسح بکند، و برای کسی که در سفر هست 3 شبانه روز میتواند که جوراب را بپوشد یا اون موزه را بپوشد و اصلا از پای خودش بیرون نیاورد، حتی چه در تابستان باشه چه در زمستان باشه، زیرا که یک نوع رخصتی هست که الله متعال قرار داده و منحصر به زمستان نیست که ترس فقط یعنی سرما را داشته باشند. و آغاز مدت مسح از مسح شروع میشه، یعنی از زمانی که یعنی بعد از این که در واقع وضو رو شکسته و دوباره وضو گرفته و مسح کرده. به طور مثال یعنی آغاز مثلا 24 ساعت یا یک شبانه روز از چه زمانی هست؟ فرض بکنید یکی امروز صبح مثلا وضو گرفته و بعد از اینکه وضو گرفته جوراب خودش رو پوشیده و با وضو بوده و فرض بکنیم که نزدیک نماز ظهر رفته قضای حاجت کرده و وضوی شکسته، برای نماز ظهر مثلا مسح کرده، این اولین لحظه‌ای که مسح کرده بر جوراب خودش نماز ظهر بوده. زمان مسح یا یک شبانه روزش از همون زمانی که اولین بار مسح کرده شروع میشه. در حالت در حضر و در شهر خودش وقتی که مقیم هست یک شبانه روز و در سفر 3 شبانه روز اجازه دارد که جوراب را از پا بیرون نیاورد و بر اون مسح بکند.